فقط 1% مردم دنیا اینو میدونن. این پزشک آمریکایی میگه وقتی صبح زنگ ساعتتون به صدا در میاد، هنوز از تحت بیرون نیایید. چند کار ساده هست که میتونید انجام دهید تا روزتان عالی شروع شود. به پشت دراز بکشید. حالا کاری که میخواهم انجام دهید این است که دستهایتان را به هم بچسبانید و فقط به طرفین حرکت کنید. این حرکت باعث کشش عضلات پشت و شانه ها شده و جریان خون را افزایش می‌دهد. این حرکت تمام بخش‌های مختلف ستون فقرات را درگیر می‌کند. یک بیدارباش فوق‌العاده. حالا پاهایتان را بالا بیاورید و باز و بسته کنید. با باز و بسته کردن مفصل‌های ران، مفصل‌های ساکرویلیاک را باز می‌کنید و چرخش داخلی و خارجی می‌دهید که باعث کشش تاندون‌ها و رباط‌ها می‌شود. سپس کمر و لگن را باز کنید و به طرفین حرکت کنید. این حرکت را هم حدود 20 تا 30 ثانیه انجام دهید تا عضلات سفت در ناحیه کمر و قسمت بالای باسن آزاد شود و در آخر پا را در حالت 4 انگلیسی بیاورید. می توانید به آرامی به طرفین حرکت کنید. این حرکت را حدود 20 ثانیه انجام دهید. این پست رو سیو کن و بفرست برای دوستت که اونم استفاده کنه. و اگه درگیر دیسک، سیاتیک یا درد مفصلی هستی، عدد 7 رو کامنت کن.